نامزد کردن تو خیابون وقتی با نامزدشون راه میرن جوری به دخترای دیگه نگاه میکنن انگار نهنگ شکار کردن. این فخر فروشیه، چه کاری آخه؟ بعضی از پسرها نگاه میکنی سن و سالی ازشون گذشته، پیر پسر شدن، هنوز ازدواج نکردن، ازشون سوال میکنی بعد میبینی نه خونه داره، نه ماشین، نه کار، نه پول، آس و پاس. بهش میگی چرا تا حالا ازدواج نکردی؟ میگه هنوز دم به تله ندادم. تو خود تله‌ای. یکی گرفتار تو حشمت مخمشه. من نمیدونم اینا فازشون چیه و دنبال چه قضیه میگردن. اون همون بحث تفاوت‌های ماست. شما نگاه میکنیم مثلا تو خارج طرف میره شهر بازی سوار میشه، ترن هوایی اوج میگیره، تو اوجش اینا شروع میکنن داد و بیداد. Oh my god it's going as speed as میاد پایین همدیگه رو بغل میکنن، واسه همدیگه آرزو سلامتی میکنن. خیلی حال داد. اون وقت تو ایران میشینن ترن هوایی هنوز حرکت نکنه، وای نه نگه دار، غلط کردم نگه دار، بی شرف نگه. هر چقدر که سرعت بالاتر میره و خطرناکتر میشه شدت فحشا بیشتر میشه. بعد دیگه آخر که میاد پایین کلی داد و بیداد و فحش و وزاد میگه خیلی حال داد بریم دوباره سوار شیم. بعد جالبه تو مثلا همین شهر بازی نگاه میکنی تو خارج بچه‌ها از سرسره میرن از پله ها بالا، از سرسره سر میخورن. ایران از سرسرهش بچه‌ها میرن بالا، از پله هاش میان پایین. شما همین صحنه رو میشین میگیر مثل راز بقا نگاه میکنی، اصلا سیر نمیشه دیدن. دست به حال کار از محمد علیزاده براتون بالا یا با ما همراه. تو قلب من جاش مگه میشه مثل تو پیداش؟ همه چیز وای عزیزم جاست من اسم تو رو دردش مینویس گونه هاش از دیدن خیز. همه چیز وای عزیزم. سبک علیزاده مثل مرثیه است، یه غم خاصی تو صداشه. ازم دوری اما دل بابا چرا؟ اما خب خواننده بسیار با احساس، مردمی دوست داشتنی و با اخلاقی. من خاطرم هست در جریان بستری بودن زنده یاد مرتضی پاشایی هر روز بیمارستان میومد برای عیادت مرتضی و براش آرزو سلامتی میکرد. به یاد زنده یاد مرتضی پاشایی و به افتخار محمد علیزاده. از سه بارید همه خواننده بشید با من. یکی هست که شب واسه اون مینویسم و نمیخوام بدونه واسه اونه که یک آغاز یه خودکار دوباره شدم دم این دله. یه نامه که خیسه پر از عشقه و کسی بازمونو نمیخونه. رو 80 یاد از شیرامی زنده یاد مرتضی پاشایی. خیلی متفاوتیم ما ایرانی‌ها، تفاوتامون یکی دوتا. شما اصلا از یه ایرانی سوال کن بگو چند سالته، اگه نگفت چند میخوره برو توف کن صورت حمید معصومی نژاد از روم.